سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور بعد از 700 سال انتظار بند کمال خان را افتتاح کرد. این بند ظرفیت ذخیره 52 میلیون متر مکعب آب و تولید 9 میگاوات برق را دارد. بند کمال خان 174 هزار هکتار زمین را آبیاری می کند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در کنفرانس استانبول یک طرح جدید را ارائه می کند. بر اساس معلومات در این طرح حکومت انتقالی رد شده و بر برگزاری انتخابات زود هنگام تاکید شده است. پاکستان میگوید نشست استانبول مشابه بن خواهد بود. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل میگوید در این نشست در مورد افغانستان فیصله‌های مهم و بنیادی صورت خواهد گرفت. ملل متحد میگوید کشتار افغان‌ها باید پایان یابد. دیبورا لیونز نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان گفته است طرف‌های درگیر جنگ باید در گفتگوهای صلح پیشرفت کنند تا مسائل حل شود. و بصیر رسولی در عوض فاطمه عزیز به صفت وکیل جدید ولسی جرگه معرفی شد. فاطمه عزیز هفته گذشته از اثر یک بیماری جان